من حکیم و بیبی روحیلا حلیمانه استقامت کننده نایه رودکی فسیلکا کورگر شهرک میرزا ترسونزاده با امر تقدیر سال 1993 شوهر گذشته شد. من خانه داشتم یا خانه یا کجا خانه داشتم با خانه فروختم در بولش کمتر مبلغ مونده دیگه خانه بافوی نورالله را خریدم. اینم خرید فروشی بایم خانه فروختگی دوباره کپلا پراداژ هم بعدی بای اکم ما در بازار زیلیانی کار میکردم بیزنس تخم میفروختم و هر چیزای هم خیلی اکم گفت راه دوره من اونجا مغازین دارم بیا در مغازین ما کار کن. بعد وای صاحب ملک مغازین بودم من کارگری وای پاتنتم هست همه حجتم هست در اونجا از سال 2000 کار کردم تا 2017 هم سال همراه اکاتون کار کردم همراه اکم هم سال 2010 خانه بافوی نورالله را خانه ما فروخته و خریدم. وقتی که همیش دخترچم سلامتیش نقض نبود خیلی پسنداز کردن گرفتم در کار میشه گفتم اما پول دور نشود گفتم من در اگرینویسبانک مبلغ خدمت گذاشتم پولی زیادتی اخذنا هم. بعد دخترم که اولادار شد که نشد حسابی سلامتی وایش یک تا دخترچه دارن سلامتیش نقض نشد شوهر قطعی زندگی کردن نمیتونه. بعد گفت که اوچما تو کی در خانه تو زندگی میکنم خیلی با همراهی دخترم قطعی کار کردم مبلغ رو پسنداز کردم خانه میرزایف احمد خریدم. این دویم کسی که خانه خریدم خانه دویم خانه است دویم خانه که خواستم خانه اولنگی از اونی از بافوی نورالله بود بعد از میرزایف احمد بعد از میرزایف احمد خریدم. در خانه بافوی نورالله 8 سال شد 9 سال شد من صاحب ملک پوره شرمنامه خرید فروش دارم. پول خودم پرداخت کردم در اداره نترالی رفته نتروس چریز نتروس مووای کردگیم کجا گذاری کردگیم شرمنامه خرید فروش کردگیم با زبان خطی بافوی نورالله هست که من در حقیقت هم خانه‌ام رو به مبلغ همین قدر در حکیم و بیبی روحیلا فروختم گفتم زبان خطش هست همینجا زبان خط هست زبان خط هست زبان خط هست. بعد همین تصال گذشتن یکم بار در زندگی اکم یکم بار نه پسرش نه خودش یکم بار مراجعه نکردن که ما صاحب خانه ایم یا یکم حجت حسابی ندارن که ما باید وقتی که اکم ای دنیا گذشت بچه‌ش خاتون میبخشید با دیوم خانه از میرزایف خریدید از میرزایف برای دخترتون خریدید برای خودم خریدم خانه خودم خواستم در دخترم تیام باشه خواستم در دخترم تیام اینش بنومی که خانه هرچند در نام خودم من گفتم یک بار شوهری باید کنه اگر وقتی فریب کردن میمونه هرچی در نام خودم بیسته و اوشته دخترم زندگی کنم یک دخترچه برادرتون که وفات کرد؟ برادرم 13 اکتبر وفات کرد همین آتشون وفات کرد و در رسوده پیشنهاد کردن که خانه های منزلی استقامتی را وای اوتای ما حساب مبلغ خودش خریدگه اوتای ما از بس که اشیا تو اوای بسیار چیزها در نامش بود برای همین در خواهرش باوری کرده در خواهرش باوری کرده در خواهرش گذرون. من در سر سود با یک بار سود یک بار مرافعه گذرون در سر سود من گفتم که محترم سود چی به خانه استقامتی زنش در نام من نگذرون چی به خانه چند جو بچه‌اش همش عدل زندگی میکنن در نام چی به مغازه‌اش در نام من نگذرون چی به ماشینش در نام من نگذرون و این همین موقع خانه که من در نام من خرید فروش شده همین را در نام من گذرونده سود یگان چی اهمیت نداد مدن یگان وای نکرد گفت که موالی گفت وای دارم فقط بعد در اساس کدام حجت یکی سود حلنامه برآورد کرد؟ در اساس یکی جیان پیشکی رفته صاحب خانه ها قطعی مصلحت پیشکی کردن که شما میرین سری سودن میگن که خانه های پدر من وقت گذاری کردگی پدر من پول دادگی همشو پدر من کردگی پدر من صاحب کار من نه ای رفتم ای وای حجت آوردم ای وای انداز که از کمیته انداز حجت آوردم که یکگان حجتی صاحبکاری ندارم پدرش از سال 2011 خودش از سال 2009 در دلش جراحی کرد و سال 2009 سال 2011 مجموع گروه دویم بود و خودش با زور میکشید
هم پولی افتادیش در حساب ویش میکردن اویله خودش و خودش کودکاش جا به جا کرد خونه کی ها چی گفتن با فوی قسیمانه با فوی نورنای میرزا احمد خطی رفتن و ها پیشکی مسئولیت پیشکی کردن اینها در سود آمده میشن که پر ما از پدر یعنی نو گفتن نه میرزا احمد گفت که وای 10,000 رفتیم اینوستمنت گرفتیم قطعی دختر چش نمیدونم پول ایکی بود و دمامی همین کس بود باقی موندهش من نمیدونم خیلی 5,000 نکین مصلحت پدر همین کس اومده کرد البته برادر معلوم شد من گفتم که من که زنی تنها بودم از پول کلا میترسیدم تنبولی من بود بری برادرم کار میکردم واریسی من برادرم بود من برادرم گفتم که من پسنداز دارم همه رفتم وای کنیم همین خونه شما سودا کنین مرده که سودا کده میتونین بعد ما آمدیم خیلی پول من کس ندادم تیمفتا موندگی پسنداز ما آمدیم با موندگیش من شاهدی زنده دارم که ایکی قرض کردگیم برده دادگیم از اول چی با در زندگی پدرشون شکایت نکردن خیلی سودا میدونستین خیلی شکایت میکردین همین خیلی ویا انا خیلی خونه های سرتجا در زندگی میکنن درم خوردن ناز میبینن حرام خوردن با میخوان که انا خیلی خانه در زندگی میکنن و خرید فروش خانه های منزلی غیر قانونی سر و کار دارن اینم خیلی خانه را حاضر دو تقسیم کرده فروخته مبلغ دارن مبلغ گذاری کرده خانه من رو با اخذ کرده سن وروی زوری میخوان وروی زوری سوده یک بار نپرسید که چی باید در زندگی اوتر مرافعه نگذارن درجه مرافعه نگذارن شما اشتراک کردگی نیستیم ما یک بار در مرافعه اشتراک کردگی نیستیم و گفت که من شما را دروغ گفت که من شما را خیرات کردم شما قانون شکنی کردین شما قانون شکنی کردین نامدین من زکاسنای پویسکر رای کردم که حالا که من بایم دارم ای پشت که من در کی مکتوب آمدگیم کی امضا مونده گرفتگیم من حجت دارم ای پشت که کی امضا مونده گرفتگیم و میگه که من چهارم در مرافعه را گذراندم من ادوکاتم در تگ چشمش ایستادگی میگه که محترم سود و روزی چهارم شما خودتون نبودید شما در سود عالی وای داشتید حسابات داشتید میگه من آمدم میگه من در تگ بینید بودم چی به من خیلی من اولادنامه داشتم چی به من یک بارگر نزده من میگه زکازنای روی کردم خیلی سود عالی در گفتنیم که من خود فرزندای نوبالغ دارم در همش 3 فرزند در پرستاری من شوهر ندارم ایسا وای سود عالی دستگیری کنن این چقدر قانون شکنی این چقدر میراثخوری من میشه که وقت با که من فرزند دارم خودم من خانه را اوتای باید نخریدم یا خانه را تحفه نگرفتم یگان چی با در زندگی اوتاش دعوا نکرد که حالا اون مهلتی دعوا 3 ساله من خانه را گرفتم و یک تاش 8 سال یک تا دیگهش 4 سال اینم خیلی سودم میدونست چی با بعد این مردن اوتاش دعوا کرد